به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، چند پیش داملا سیراج‌الدین بار دیگر به مدت 5.5 سال وارد زندان شد. من میخواستم چند ملاحظه خود را در حاشیه این حادثه با شما مردم عزیز در میان بگذارم، زیرا از نگاه من این حادثه حبس داملا سیراج‌الدین، حبس دوبارهش، البته بیانگر یک عده از واقعیت‌های کشور ما هست که بسیاری از ما اون را یا نادیده میگیریم یا از نزد آن خیلی راحت میگذاریم و یک تحلیل عمیق و همه طرفه درباره این حادثه ها نمیکنیم که برای چی چنین یک نفر مثل داملا سیراج‌الدین که حالا از یک طرف در نزد قانون هیچ جنایت صادر نکرده است. حداقل من این اعتقاد را دارم که در نزد قانون امروز عمل کننده در تاجیکستان هیچ جنایت صادر نکرده است. کمبودی های او در نزد پروردگار، در نزد شریعت، در نزد مردم، در نزد وجدان و ایمان خودش جای دیگر، اون جای بحث امروزه ما نیست. اما وقتی که دادگاه عالی، دادگاه تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک نفر رو به دادگاه میکشن، حکم صادر میکنن، البته معیار برایشون نه شریعت است، نه جنایت یا کمبودی اون انسان در نزد خداوند هست، در نزد مردم هست. تنها و تنها معیار کمبودی و جنایت های یک انسان در نزد قانون باید باشد. من حالا نمیخوام بحثی صرف حقوقی کنم که داملا سیراج‌الدین آیا گناه کرده بود یا نکرده بود، این را واگذار میکنم به حقوق شناسان. اما از نگاه من همچون یک شهروند، داملا سیراج‌الدین و ده ها صدها نفران دیگر از داملاها، از روحانیان و حتی غیر روحانی ها هم هیچ جنایت صادر نکردن، حداقل در نزد قانونی عمل کننده، ولی متاسفانه وارد زندان شدن. من این حادثه رو همچون یک نمونه انتخاب کردم برای آن حجم مصیبت و اون حجم مظلومیت یک عده افراد که در تاجیکستان زندگی میکنن، کار میکنن و با هر راه و وسیله میخواهند خودشون در نزد این حکومت سفید کنن و کار کنن که حکومت با آنها کاردار نشود، اونها رو زندانی نکند، از نانشان، از رزقشان، از جایگاهشان اونها رو محروم نکند. داملا سیراج‌الدین یک نمونه خیلی روشن هست و واقعا هم یک انسان خیلی مظلوم هست. انسانی هست که حالا او را میشود گفت از جمله همون افرادی هست که ولهم خزی فی الدنیا و فی الاخره، یعنی آنها خوار و ذلیل شدن هم در دنیا و هم در آخرت، به معنی آن که حالا خداوند خودش میداند که در آخرت نزد پروردگار چی قدر و منزلت خواهند داشت، اما در نزد مردم چی جایگاه دارند، حتی در نزد همین حکومتی که چقدر خوشامدگویی کردند، چقدر تملق کردند. واقعا من این گونه افراد را یک افراد مظلوم، بیچاره و افرادی میدانم که هم دنیا را از دست دادند و هم آخرت را و هم محبت مردم را، هم اون شأن و شرف و جایگاه یک انسان، یک روحانی، یک شخصیت عالم در نزد مردم، در نزد جامعه. همین بنده خدا حتی وقتی در داخل زندان بود، من نوارها را تماشا کردم، از داخل زندان آوردنش بیچاره را در پیش کامیرا و علیه من، علیه نهضت، علیه اپوزیسیون صحبت میکرد. وقتی که حکومت میخواست نرخ اینترنت را قیمت کند، باز همین بیچاره را آوردن نزد میکروفون و گفت که اینترنت باید قیمت شود چون این ضرر دارد. و هر وقتی که حکومت خواست از این داملا و از همین گونه داملاها، از همین گونه افراد، حالا این چی داملا باشند، چی روشنفکر، چی ضیایی، چی معلم، از اینها استفاده کرده ایستاده است و خواهد کرد. و هر وقتی که اینها تمام شد، رسالتشون، میسیشون تمام شد، اینها را رها میکند، یک قسمش را زندانی میکند، یک قسمش مهاجر میشد، یک قسم دیگرش اصلا در همون خیابان‌های دوشنبه میگردند و دیگر با کسی در کار نیستند. ولی اونها وقتی که حکومت اینها را دعوت میکند، میگه بیا در نزد میکروفون علیه کبیری، علیه اپوزیسیون صحبت کن، اینا خود را خیلی آدمای مهم حسابند، فکر میکنن که خیلی جایگاه دارن در نزد حکومت که حالا حکومت به اینها نیاز پیدا کرده است، مجبور شده است که از اینها کمک بگیرد. اما من این گونه افراد را هم مظلوم میدونم، هم بیچاره میدونم. یک قسم زیادشون بیگناه هستند مثل همین داملا سیراج‌الدین، اما اینها یا به خاطر چاپلوسی طبیعی که دارن، یا به خاطر اون فشارهایی که بالاشان هست، یا به خاطر نفهمیدن از جایگاه و شأن و منزلت یک شخصیت آگاه، شخصیت بیدار، متاسفانه به این گونه حالت ها میافتند.
در همون زندانی که حالا داملا سیراجدین را بردن زندانی کردن، ده ها نفر، صدها نفر دیگر داملاها هم زندانی هستند، مثل داملا سید عمر حسینی معاون اول من، مثل داملا زبیدالله، مثل مولای محمد علی فیض محمد و صدها نفری که دیگر اینجا نمیخوام نام همه آنها را بگیرم. اما این بزرگواران در مقایسه با این داملا سیراجدین و دیگر افرادی که در همون زندانان نشستند، یک افراد بسیار هم با شرف، سربلند در نزد پروردگار، در نزد ملت و از همه مهم در نزد وجدان خودشان، برای آنکه نه از این حکومت ظالم پشتیبانی کردند، نه تابع حاکمو یک حاکمی ظالم شدند، نه آمدن علیه دیگر علما، علیه دیگر دیندارها و حزب و حرکت‌هایی که برای شرافت و کرامت اسلام، مسلمان‌ها، وطن، ملت زحمت میکشند حرف گفتند. اونا هم در زندان هستند، اما در نزد وجدان خودشون پاک، در نزد ملت پاک، در نزد پروردگار پاک و ملت هم از اونها پشتیبانی میکند، اونها را به نیکی یادآوری میکند. اما این بزرگواران، این داملهایی که فریفته شدند، من اینها را فریب خوردگان میدانم، مظلوم میدانم و به هیچ گاه علیه آنها یگان حرف ناسزا گفتنی نیستم، چون اونها خودشون مظلوم هستند. اما این نشان میدهد که وقتی آن رسیده است که هم ملتان ما فرق ندارد، اون داملا هست، روحانی هست، اتئیست هست، دیندار هست، بیدین هست، روشنفکر است، هر کسی هست، بداند که دیکتاتور، یک حاکمی ظالم همون وقت طرف شما میاد، به سمت شما میاد که شما برای او برای مبارزه علیه دیگران لازم هستید. هر وقتی که کار خود را انجام دادید، بدانید که شما دیگر به هیچ کسی در کار نیستید و شما را به زباله، به اون مصر تاریخی حواله میکنند و تقدیرتون مثل همون دیگر نفران میشن، یا که در زندانن یا مهاجرن یا اصلا فراموش شدن. و بنابراین من یک چند جمله، چند مراجعت به بخصوص روحانیان عزیز خواهم کرد. پیشترم در یک صحبتم به فکرم در با مناسبت عید سعید قربان بود چند جمله گفته بودم. حالا بار دیگر تکرار میکنم، چون این مصیبتی که بالای داملا سیراجدین آمد و ده ها نفر دیگر در همین حالت هستند، بار دیگر به شما نشان داد که به هیچ وجه باید با دیکتاتور، با یک ظالم همکاری نکرد. اگرچه اون ظالم گاه نمازخوان است، اگرچه یک خودش را یک شخص با تقوا و حتی مسلمان نشان میدهد، شاید از حزب شما باشد، شاید از گروه شما باشد، اصلا فرق ندارد. یک دیکتاتور، یک حاکم ظالم در طول تاریخ هم بر ضد دین بود، هم بر ضد بشریت است، بر ضد شرافت و کرامت انسانی هست. بنابراین هیچگاه فریب آن را نخورید که مثلا اگر یک نفر ظالم از حزب من است، از گروه من است، از همدین و هم عقیده من است، باید از او پشتیبانی کنیم فقط به خاطر آنکه او یک شخصی مثلا نمازخوان است یا اگر یک شخصی ضد دینی باشد، دینگریز باشد، تمام این روشنفکران و کسانی که ضد اسلامن اطراف اون جمع شوند، بیان بگن که خب ما درست است که این یک دیکتاتور است، ولی دیکتاتوری خودمون است، چون این ضد دین هست و ضد اسلامگرا هست. برعکس یک نفر، مثلا یک نفر نمازخوان و متدین و خودش را اسلامی یا اسلامگرا، اسلام دوست میداند، و هم رئیس جمهور است، ولی یک رئیس جمهوری دیکتاتور و ظالم، یک حاکمی ناعادل هست. بعد یک ایده از دیندارها، مسلمانها بیان بگن که خب بله این حاکمی ظالم است، ولی از خودی ما هست، طرفدار دین هست، این ظلمش به دیگران میرسد. مطمئن باشید هموطنان عزیز که یک دیکتاتور، یک ظالم، چه دیندار است چه بیدین، این ضررش هم به دین میرسد، هم به بیدین ها میرسد، به جامعه، به تمام ملت ها میرسد. بنابراین ما معیار رو برای پشتیبانی از یک حاکم، از یک سیاستمدار، از یک شخصیت دقیقاً همون معیار رو قرار بدیم که گذشتگان ما با این حالات ها این گونه مناسبت کردن، مثل امام اعظم رحمت الله علیه که بارها زندانی شد ولی زیر بار حاکم نرفت. حاکمش مسلمان بود. خلیفه های اموی، خلیفه های عباسی که امام اعظم هر دو خاندان این اموی ها و عباسی ها را دریافته است در زندگانی خودش، هیچ گاه زیر بار آنها نرفت. اگر داملا سیراجدین، اگر دیگر داملا ها، اگر همه ما خود را حنفی میدانیم، این مفتی، جناب مفتی داملا خطیب هایی که امروز در دستشون میدهند اون صحبت های در کمیته امنیت تیار کرده علیه کبیری، علیه نهضت را که باید بخوانند، اینا اگر خود را واقعا حنفی میدانند، باید بدانند که اگر واقعا کسانی هم که خود را سلفی و تابع اهل سلف میدانند، باید بدانند که
واقعا امام اعظم چیکار کرد؟ امام اعظم اطاعت نکرد، گفت که من حقیقت رو میگم. اگرچه این ظلم از طرف یک حاکم مسلمان هم شده باشد، من زیر باری او نخواهم رفت و به همین خاطر زندانیش کردم. بنابر همین دوستان عزیز، هموطنان گرامی، من بار دیگر تکرار میکنم که ظلم، بی‌عدالتی، دیکتاتور دین ندارد، اون مذهب ندارد، ملت ندارد. همون طوری که میگیم تروریسم ملت ندارد، دین ندارد، دیکتاتور هم همین است. برای همین وقتی اون رسیده است که فریب دیگر این گونه حاکمان ظالم را نخوریم که هر روز آنها را امیرالمؤمنین یا که اولی الامر اعلان میکنند و بعد میبینید که همین اولی الامر شما میآید شما را به چی مصیبت ها گرفتار میکند، دینتان را خار میکند، حجاب را میکشد، ریش را میتراشد، مسجدها را منع میکند، دامله ها را میبرد زندانی میکند. همین دامله سراج الدین چه جنایتی کرده است؟ او را به جرم سلفیت بردن زندانی کردن. اصلا دامله سراج الدین از سلفیت فرسخ‌ها دور است. اصلا به معنی اون نیست که من طرفدار یا پشتیبان دامله سراج الدین باشم. برعکس، من با خیلی نظرها و دیدگاه‌های این شخصیت و مثل این شخصیت‌ها مخالف هستم و برعکس میگم که یکی از مصیبت‌های جهان اسلام، یکی از مصیبت‌های ما تاجیکان، مسلمانان تاجیک هم همین گروه‌ها است که خیلی عقب ماندن، خیلی تفکر ارتجاعی دارند. بعد میان از قرآن، از احادیث، از شریعت اون آیات‌ها و احادیث را جمع آوری میکنن که به فایده حاکمان ظالم است و آنها را اولی الامر اعلام میکنن، اطاعت از آنها را واجب میدانند، خروج علیه آنها یا اعتراض علیه آنها را گناه میدانند و یک کار ناصواب میدانند. و این طول تاریخ ما مسلمان ها بیشتر از 1200 سال می شود که این گونه علمای درباری، علمای سلاطین، علمای حکام و علمای امرا که در کتب‌های ما با نام‌های گوناگون نامبر شدند، اینها باعث گشتند که عالم اسلام از پیشرفت عقب ماند، از تکنولوژی عقب ماند، از آزادی و کرامت و شرافت انسانی عقب ماند و اینها برای حاکمان ظالم دلیل درست کردند. از قرآن، از سنت انتخاب کردند به شکل غلط و تفسیر غلط آیات‌ها و حدیث‌ها را تفسیرهای نادرست کردند و این حاکمان ظالم از اون استفاده میبرند و مردم مسلمان را تا امروز زیر اطاعت خود نگه داشتند. برعکس، من نه تنها طرفدار نیستم بلکه مخالف این گونه علمای ارتجاعی و که ذهنیتی کرخ دارند. اما وقتی که من مخالف اندیشه او هستم ولی او جنایت صادر نکرده است، معنی ندارد که از او دیگر بگم که خیلی خوب شد که او را زندانی کردند. مثل که آنها رفتار میکنند. وقتی که حزب ما را بستند، حزب نهضت را ممنوع کردند، خیلی از علما و از خطیبان بانگ شادی زدن که خب الان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بستند و اینک ممکن که دیگر حکومت با فشار بالای دین را کمتر کند، بالای علما را کمتر کند. به خبر از آن که نهضت اسلامی تاجیکستان یک سپر بود برای شما، همچنین که دیگر علما برای ما سپر هستند، روشنفکران برای ما سپر هستند، روزنامه‌نگاران، جامعه شهروندی برای هر کدای ما سپر هست. نهضت اسلامی تاجیکستان هم سپر همه اینها بود. وقتی که ما را بستند چی شد؟ روشنفکران پراکنده، روزنامه‌نگاران پراکنده، رسانه‌ها بسته، علما زیر فشار، جامعه شهروندی تماما ضعیف شد. این معنی آن را دارد که ما باید دیگر از این شعارها، از این اتهامات علیه یکدیگر به فایده حکومت‌های ظالم دست بکشیم و بیایم بالای اندیشه ها و اصول‌های بنیادی، ارزش‌های بنیادی فکر کنیم، متحد باشه که اون آزادی هست، کرامت انسانی هست، قانون محوری هست و حقوق برای همگان هست، چه اون سلفی هست، چه تبلیغی هست، چه نهضتی هست، چه کمونیست هست، هر کسی باشد. امیدوارم که این حادثه‌ای که شد به زندان دوباره رفتن دامله سراج الدین و امثال آنها یک درس برای همه علما، درس برای همه جامعه باشد که ظلم و دیکتاتور به هیچ کس رحم ندارد و وظیفه ما و شما این است که متحد باشیم و این گروهگرایی، حزبگرایی، یک از خلفی، یک از سلفی، یک از حنفی، یک از نهضتی، یک از روشنفکر، یک از دنیوی، یک از دینی، اینها را کنار بگذاریم و بگیم که ملت با تمام اقشارش باید متحد باشد، یکجا باشد و تاجیکستان بسازیم که در آن همه انسان‌ها ناوابسته از دین و مذهب و جهانبینیش تابع قانون باشند، تابع منفعت‌های ملی و دولتی باشند، همه برابر در نزد قانون کار و فعالیت خود را
بر راه بمانند. خداوند نگهبانتان باشد. من اینجا این صحبت امروزه را به انجام میرسانم تا صحبت های بعدی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.